چیکار داری میکنی؟ کاتلیسی میکنم. تا وقتی بچه بودیم مذاکره ازدواج میکردن، حالا بزرگ شدیم بچه‌ها ازدواج میکنن. خدا یک ما برای تماشا آفریدی بگو. آقا به نظر کچلوار به من میاد؟ فکر نکنم ولی اینجا خانزاده کچلوار ما بد میاد. نه نکنه کت پاره میکنه. چیکار داره میکنه مگه؟ داره کت کشی میکنه. همه از راه داماد میکنه و میگن بریم عروسی. خب بگیم بریم دامادی دیگه. آقا کراوات خال پشمی داری؟ برای کلبات خاخ پشمی هم داریم. آقا شون پاپیون داری؟ بله آقا داریم. کسافل منو مسخره میکنی؟ نه اما اونو مسخره کردم. آقا این خیلی تنگه. جواب میکنه. این خیلی گشاده. تو جواب کن. آقا شما چقدر بازی؟ اقدر. آقا ارسال هم داری؟ کدوم شهری؟ اصفهان. اونجا شعبه داریم. دروغ گفتم مشهدی. اونجا هم شعبه داریم. یزدی. اونجا هم شعبه داریم. آقا رشت زندگی اونجا هم می‌کنی. شعبه داریم. آقا کجا شعبه نداری شما؟ ما همه جا شعبه داریم. یه شهر خاله داشتم تو اسن کار میکرد، هر سال برای قدردانی بهش یک دست کچلوار آبی استخری میدادن، اونم میداش به ما. هر جا رفتیم میگفتن اینو گروه شدین. آقا این کد چه استایلی میاد؟ من رسول به جسم. داری چیکار میکنی؟ دارم کچچخ میزنم. کجای دنیا یه دست کچلوار میخری روش میاد یه دونه پیراهن ببخشید زیاد درو میخونم. پیراهن کفش کربن کراوات جوراب کیفور سشوار بهت میدن همش 2 تومن. جدی؟ خوش دیپتر از من بگو کی دیده تکنولوژی روی مار داری تو دل